بر واسطه ویزا ادامه داشته یا نه و نتیجه لاتری گرین کارت آمریکا چه وقت اعلان میشه و کدام سفارت ها بیشترین کارها را در قسمت لاتری انجام داده و برای افغانستان در 2025 چقدر ویزا صادر شده. اینا رو با هم دیگه مرور میکنیم. نکات خیلی خوبی هست. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو با هم مرور بکنیم، امیر یک لایک بزنید، کامنت هم نوشته کنید، با دوستای خودم شریک کنید که از ما حمایت میشه. اینم تو رسما از شما خواهش میکنیم که این کار حتما بکنید. این وبسایت لاتری گرین کارت امریکا هست و در اینجا گفته شده که نتیجه لاتری گرین کارت امریکا برای 2025 به تاریخ 3 می 2025 اعلان میشه و چیز حدود 15 روز بعد، یعنی 2 هفته بعد نتیجه اعلان میشه. سر از همه حالا آمادگی بگیرین و چانس خیلی خوب برای شما آرزو دارم. و محضی که برنده شدین دوستای گرامی، شما باید فرم دی 360 خانه پری بکنید. اگر تذکره داشتین با تذکره برقی خانه پری کنید، اگر پاسپورت داشتین با پاسپورت خانه پری کنید، با تذکره کاغذی خانه پری نکنید که نام تخلص شما با فارسی و تاریخ شمسی است که به اینا اونجا درد بخور نیست. خواستم از شما است که اگر پاسپورت دارین خیلی خوب، اگر ندارین اقدام بکنید که پاسپورت بگیرید. اگر تذکره برقی ندارین، حداقل 2 هفته وقت دارین اقدام بکنید که تذکره برقی